با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم بر کل مردم تاجیک و تاجیکستان و از جمله هواداران شبکه کاروان اماره. دوستان عزیز، آیا بر شخصانی که حافظ باشند، سراینده باشند، بای بدولت، ثروتمند و فقیر باشند، هنگامی از دنیا گذشتن دعای خیر کردن، این چه جایی گناه دارد و چه جایی غلط دارد؟ مقصد این گفته‌های من آیا می‌دانید که در چی هست؟ برادران عزیز و خواهران مهربان، هنگامی که شما در کامنتاری‌ها سخن‌های قبیح می‌نویسید و می‌نویسید که این سراینده بود، این آخرتش این خیل می‌شود، آن خیل می‌شود، آیا بر حق سراینده‌ها دعای خیر کردن ممکن نیست؟ دیگر و دیگر صحبت‌ها را می‌کنید، اما فراموش نکنید که سراینده هست، حافظ است، بای و بدولت، ثروتمند است یا اینکه فقیر و بیچاره کمبغل است و هر کسی هم نباشد، این را تنها خداوند می‌داند که در نزد خداوند که قدر و قیمتی بالاتر دارد. حافظ است، برای کسب و کارش، برای زندگی خود حافظی می‌کند. فقیر است، خداوند در تقدیر ازلی او فقری را نوشته است و هر کسی هم نباشد، از ما بندگان خداوند، شخصانی که از دنیا گذشتند، ما تنها دعای خیر میکنیم و میگوییم که پروردگارا گذشتگان همه ما را طریق رحمت شایسته جنت بگردان. خواه حافظ باشد، چگونه که بر ما و شما معلوم است، سراینده تاجیک یعنی برادرمان خداوند رحمت و مغفرتش کند دمیربک اولیموف سراینده بود، از دنیا گذشت. ما دعای خیر نسبت علی همین سراینده کردیم، اما هست شخصان پیدا شدند که چنین سخنها را گفتند. آیا شما بر حق چنین سراینده ها دعا میکنید؟ وبال است، گناه است. کی گفت که گناه است؟ هر کسی هر کار در این دنیا میکند، هر کسی در این دنیا کاری خوب میکند، کاری بد میکند و هر مصیبتی که بر سر فرزند آدم میآید، این از جانب خداوند است. و فراموش نکنید که گوری هر یک ما و شما جدا هست. هیچ کس بر هیچ کس کمک کرده نمیتواند. هنگامی که در قبر گذاشتن، او بر اعمال کردگیش و کارهای کردگیش خودش جواب میدهد. هیچگاه شما حق ندارید که گوید که چنین حالت را این خیلی کرد و آن خیلی کرد و همچنین سخنهای ناجا به حق مرحوم کنیم. از ما تنها دعای خیر. من بر همه شما، بر همه گذشتگانی که عین حال من را میشنوید، بر همه گذشتگان شما دعا میکنم پروردگارا گذشتگان هر یک ما و شما را طریق رحمت شایسته جنت گرداند، قبرشان را پرنور، از سوال جواب های منکر و نکیر برایش آسان بگرداند و عذاب قبر را، مشکلی عذاب قبر را برایش آسان میگرداند. و شخصانی که از اینها پس عقیم ماندند، خداوند صبر جمیل، صبر پیغمبری را نصیب روزی بگرداند. و هر یکی ما روز این دنیای فانی را ترک میکنیم و دعا کنیم که پس از ما شخصان پیدا شوند و ما را خوب گویند و دعای خیر نسبت ما کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.